سلام دوستان. امروز میخوام باهاتون درباره فیلمی صحبت کنم که عاشقانه است، فلسفی است و کمی هم شبیه معجزه به نظر میرسه. فیلمی که میگه زندگی با همه سختی ها و شادی هاش ارزش لحظه ها رو درک کردن رو به ما یاد میده. اسمش About Time هست. داستان از جایی شروع میشه که تیم، پسر جوان و کمی خجالتی، در شب تولد 21 سالگیش یک راز بزرگ از پدرش میشنوه. راز اینه که مردان خانوادهشون میتونن در زمان سفر کنن. تیم اول فکر میکنه این یه شوخیه، اما وقتی امتحان میکنه میبینه میتونه به گذشته برگرده. نه با ماشین زمان، نه با دستگاه عجیب، فقط با بستن چشمها و فکر کردن به یک لحظه خاص. در ابتدا تیم از این قدرت برای چیزهای کوچیک استفاده میکنه، مثل دوباره امتحان دادن یک مکالمه خجالت آور یا کمک به خودش برای بهتر شدن در لحظات ساده روزمره. ولی خیلی زود متوجه میشه که این قدرت میتونه زندگیش رو به شکل فوق‌العاده‌ای تغییر بده. و اینجاست که عشق وارد زندگی تیم میشه. مری، زنی با قلب بزرگ و لبخندی که میتونه همه چیز رو روشن کنه. تیم عاشق میشه و تصمیم میگیره از توانایی سفر در زمان استفاده کنه تا رابطش با مری بهتر پیش بره. اما فیلم به ما یادآوری میکنه که حتی با سفر در زمان نمیتونیم زندگی رو کامل کنترل کنیم. گاهی وقتا چیزهایی که دوست داریم تغییر بدیم دقیقاً همون چیزهایی هستند که به ما درس زندگی میدن. یکی از زیباترین بخش‌های فیلم رابطه تیم با پدرشه. پدرش نه فقط راز سفر در زمان رو بهش یاد میده، بلکه بهش میگه قدرتت برای تغییر گذشته نیست، برای بهتر دیدن حاله. و این نکته قلب داستانه. زندگی ارزشمند نیست به خاطر اینکه میتونیم گذشته رو عوض کنیم، بلکه به خاطر لحظه هایی هست که انتخاب میکنیم زندگی کنیم، دوست داشته باشیم و ببخشیم. فیلم پر از لحظات خنده‌دار و صمیمی هم هست، مثل وقتی تیم سعی میکنه اولین قرارش با مری رو دوباره بسازه یا تلاش میکنه جلوی یک اشتباه کوچیک در خانواده‌اش رو بگیره. این صحنه‌ها ما رو یاد میندازه که زندگی حتی در پیچیده ترین حالتها هم زیباست و ارزشمند. و نکته جادویی فیلم اینه: تیم بالاخره میفهمه که برای خوشبخت بودن نیازی به سفر در زمان نداره. کافی است هر روز رو با دقت و عشق زندگی کنه، با لبخند زدن، بخشیدن و دوست داشتن واقعی. پیام فیلم ساده اما قدرتمنده. زندگی کوتاهه، هر لحظه یک هدیه است. پس امروزت رو با عشق زندگی کن، با دلی باز و ذهنی آرام. با این کار حتی بدون سفر در زمان میتونی بهترین لحظه ها رو تجربه کنی. پس دوستان، یادتون باشه هر روز یک فرصت جدیده. یک فرصت برای دوست داشتن، بخشیدن، خندیدن و لذت بردن از لحظه ها. زندگی همین لحظه هاست. همین جا، همین حالا.